کلن به نظر من اصلا دنیا اینقدر جدی نیست که ما فکر میکنیم. کلن اگر خیلی خوشبینانه 80 سال عمر کنیم، کل این 80 سال کسری از ثانیه است، یه پلک زدنه. و اصلا چی اینقدر جدیه در دنیا که بخوای راجع به هر چیزی سخت بگیری، هرس بخوری، عصبانی بشی، گریه کنی، خودتو به در و دیوار بزنی؟ این وقتی توی آدم بشینه، آدم حالش خوب میشه. کلن به نظر من اصلا دنیا اینقدر جدی نیست که ما فکر میکنیم. کلن اگر خیلی خوشبینانه 80 سال عمر کنیم، کل این 80 سال کسری از ثانیه است، یه پلک زدنه. و اصلا چی اینقدر جدیه در دنیا که بخوای راجع به هر چیزی سخت بگیری، هرس بخوری، عصبانی بشی، گریه کنی، خودتو به در و دیوار بزنی؟ این وقتی توی آدم بشینه، آدم حالش خوب میشه.